آمد ببوسم السلام علیکم یانگا چخل یانگا خوبی یانگا میگم زن قربان جانی ها زن قربان واه یانگا ایچیه یه بچه بچه تا دوست میداری یانگا بچه من بچه با دوستش ندارم دوستش میداری اگر دوست بداری برای چی خوردیشه tamamı. Dadama dada dada dada. Dada dadama dada dada. بیا تا Ne yapacağım? چی پاتینکو که؟ خیلی خوبه همه خونه تا خب چقدر خود ده پاتینکو داری؟ خیلی توری پاتینکو بگی نموند اینجا بچه چی که پیامت اینجا؟ کنجی واه دادا شهران جون یا پروژه نبی بچه جونه این غامه داد اوتا بودی اوخی همین بری چوبه کتا اوخی اینجا ببرم اوخی از سرما درس نفت اوخی درس چی بری؟ او دینه خب نمیکنه همین اوخی خبش ندارم دیگه او نمیکنه خب نمیکنه همه از بوزه چوه وارم خب خب نمیکنه نکردم تو کیکی زدیشا من نستاش بخدا دروغ نست بخدا اوخی نوشی شو لخت چی دیگه میگیری سیری کدا نستاش دروغ نگاه بر اونجا خوشگی آهول بی خونه بزنک به حد نمیشه دایی رو بگیرم خب چام بود بر در خونه شده مونده خیلی خیلی تو سر در خواب قطعه میکنی که دیگه ما یا بگی چیه تایی؟ چی میشید نمیبینی چیه؟ خندی سفید گوشکی چرا؟ کارو کاکشته کاکشته این برای همه آخی با خودت نخری خودت نخری با گوشکی چرا؟ وقتی که سهر درس میری کو پیش های درس رفتنت یک دونه قند دادای میپرتوی میروی درس میایی تو قند دای او میشوکی اینا خوب میبره خودت به حضور درس خوندن میگیری گوش کن من یک چرت سر نمیمونم به آوازم با من بدار نشم برای اونجا خوشکی بگیم خوشکی جا ما به فرای کانت سر نمونم تن بگیم باورش اوتا های لبای خیکی عبدالجون گیره داره شما خوب میخیزونه نازا بگم میگم نیستی وارک جون همی صدقه نومو چو همسا جان حالا باید او بگیر و خیه تو نگه ایزا میکشنی در چیز زاجید همیجا کلان ریزی همون گیجه ایزا میکشنی آمار جون گپی ندارم وارک بگی همسا جان نداری که یه بگی چای دیگه هر گوی که میخونی خدینی بیو آمار جون وارک ایمیز سرش ده خونم سلامت باشی نوز نمیته بیا هر خدا داده خدا داد من خونو رو میگم تقریبا یه صبحش خینا بود نگو اینه بیا نه اکو نویگری ده اکو نویگری خیلی اکو الله بای همسا جان الله یا درد دارم چی داره راستی که دردی سخت دارم همسایه نزدیکتری گود میزنم با کسی نگویی هم
همه یک مهمون اومده خونه. مهمون 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 یک هفته شد نمیروه. این مهمون اومده مونا نیست خیلی نه 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 اومده مونا نباشه برای خیر. مهمون بیا مهمونی ما مهمون جان بگیر گیر بی مهمون جان گرفته سیم آیدم بگیر نشون مهمون جان لبای میگم شما اونجا سفر نداره. نه اولی اما اولی رقتی باید 3-4 فرزند دیگه آوردن در کار پگه نصیب باشه بسای هوایی برم هم که باید مرخونه تونم دیدم یا 3-4 مرغ رنگش شلوغ است هوایی رو گفتم که یا انا ایسو سکنیم با ایسو وقتی که تمام شد بود از دوزی با فکر میکنم اونجا بوز هست گو هست این همه آش هست آش این بیشتر بعد خورده گرده آزی عبه تایر میشن مهمون جان. نه تو تایر شما شما مایده گرفتن نگیریم خودت خبر گیرم مهمون خبر بگیری نگیری تو اومدن شما که جلوی مایده رفتن میگیریم وای این همه یاد منظرات هم بسیار دلپسند بود همه گرفتیم برای انا دیگه که قاعده شما چیزی اومد کده شما دیگه اوپن حمود ابا همسویا انور جان نه من راستی هم مهمان دیدم ای خودم مونده همسایه چیزا گفتی میگم نه بپروا باش میگم خود بیارم چرا برام خبر آخه مهمان جان ای پیش گیر پیش اما بگفتی تام گرفته‌ام آشالا سلامت باشین مهمون جان اینا شان تایر شد. تایر شد بیار من آخه دیگه چرا نگاه میکنی و شکم سه قوتی گپ میگم ما اینجا این بکنم بخلو مهمون جان چلی باشه برنج سلاتش گیریم مهمون جان چایت کشم چای کشدگه برس تمام بسم الله الرحمن الرحیم مهمون جان یا مثلا آش آن با شکتگی در دستی آش در پریشان حالی و در موندگی مهمون جان لبای آش از زن نوم آش از زن باشه زن لیکن بعدی آش میدونی ها یک لحظه نباش. رئیس جان میگم اگه کانسر کی سر میشیده باشه خیلی کم ترک توقعات کن سر بشود آخی همین رئیس جان راست گفت ده همین با کرش مو دیگه ده پیش کورتون که شده خبدان ده رئیس جان میگم ما را همین کانسرت قیمت آورده ده خیلی همین نمیشید که جای همین در رئیس جان کمتر اویلیکوی ما را میبرداشته روز شما گوش کنیم باز این کنسرت تماشا کن کنسرت گل دختران تاجیک این کنسرت رو تماشا کن اولک پولک همه یادتون میرود راست میگه رئیس اینجا هر یک چوجه که بله تماشا کن آخیر یک کم با جنم چی جا میده سادی؟ رئیس جان رئیس او بچه را نگاه کن چیکار کرده بچه؟ بچه را نگاه کن هم ما یه بلیت ها باید ازو میخریم به اینجا را میویم جو پلی افته باشه خرده باشه راستی گب من حیران فرادش کن دودر جان دودر جان یه منوت شما رو ممکنه رئیس گپ داشته ایتا اونجا بیا اصلا رئیس گپ دارد لبه رئیس راستی گب ما برای شما بسیار حیران شدیم برای چی رئیس جان؟ ما یک آدمای ثروتمند بوی تایپودا ماشین راست کارخانه ما 3 تا بلیت با یک عذاب گرفتیم تو چی خیل کردی بلیت با تو کی گرفت اوتام خرید اوتاد گرفت بلیت اوتام خرید خونه دزیدم شد اینجا اومده شدم اوتاد در کجای وزیر اوتام از خونه ده بلیت گفته است چی